الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعشيرته إلى الأبد. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ای ردایت پرده ناموس ما، ای ردایت پرده ناموس ما، تا به تو سرمایه فانوس ما. طینت پاک تو ما را رحمت است، قوت دین و اساس ملت است. مزرع تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسینی شاخ تو بار آورد، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از پروردگار عالم خواهانیم که در این لحظات بسیار مبارک و پرفیض جمعه پروردگار منان ما رو از فیوزات این روز مبارک و این عید غریبان، عید رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، ما رو بهره مند فرماید. از بسیاری اوقات بسیاری از خواهران و برادران پیشنهاد صحبتی مجدد در مورد اهمیت حجاب و جایگاه حجاب در اسلام پیشنهاد داده بودند که با توجه به این که بنده صحبتی پیرامون این مسئله قبلها کرده بودم، ولیکن چون که مسئله حجاب که امروز به شکل یک معضل و یک بحران در آمده، در واقع لازم دیدم که باری دیگر پیرامون این مسئله مهم، حجاب از دیدگاه اسلام، که در این مسئله هم مردان و هم زنان مورد خطاب قرآن عظیم الشأن و فرمایشات نوین اسلام عزیز است. اگرچه که حجاب در واقع به معنای پوشش، ولی به هر حال به معنای اصطلاحی اون هم مردان در تحت این مسئله داخلن که باید رعایت بکنن و هم زنان به نوعی. به هر حال با توجه به تبلیغات شیفتگان افکار غرب و بوقه های تبلیغاتی که از طریق مطبوعات، مجلات، رسانه های خارجی، شبکه جهانی اینترنت و آنتنه های ماهواره‌ای بر علیه اسلام و مسلمانان به راه انداختن که دین اسلام زن رو در نقاب و پرده و چهار دیواری قرار داده و از حقوق اولیه اون به عنوان یک انسان محروم نمودن و در حق زن در دین اسلام اجحاف شده. لذا وظیفه همه مبلغان اسلامی، نویسندگان،
سخنگویان، نغمه سرایان و همه افرادی که میتونن در جامعه اسلامی نقش مثبتی رو ایفا بکنن در این عصر حاضر، عصر تهاجم فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها، باید شیوه گفتگو را بردارن. اونهایی که گوینده هستند و این افکار و این تبلیغات سیل آسای ملحدان و مغرضان و غربیان را خنثی بکنن تا مبادا خدایی نکرده این تبلیغات شوم که مانند جغد و بومی که دور بر خانه و جامعه ما بال و پر میزند اینها رو خنثی بکنن. لذا سروران عزیز، اگر ما واقعا بیایم حقیقت مسئله رو بنگریم، قبل از اسلام در مورد زن چه اجحافاتی، چه ظلمهایی که در حق زنان میشد که اسلام عزیز با تلالوی خورشید درخشان خودش بر تمامی افکار منحط جاهلیت خط بطلان کشید و ندای آزادی زن رو سر داد. نه تنها اینی که زن رو به عنوان یک انسانی ذی حق و دارای همه حقوق معرفی کرد، بلکه زن را مساوی و همردیف و دوشادوش مرد در تمامی میادین و عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار داد. لذا اگر ما امروز قرآن عظیم الشأن رو بررسی میکنیم و به واژه حجاب برمیخوریم، این به اون معنا نیست که در حق زن اجحاف شده و یا زن رو در 4 دیواری قرار داده باشن. نه، این ترجمه اشتباه است. بلکه قرآن عظیم الشأن، شریعت غرای محمدی، زن رو در چنان سنگر و دژ فولادی قرار داده که از تمامی خطرات، از تمامی تبلیغات، از تمامی طوفان‌ها و سیلاب‌های ویرانگر تهاجم فرهنگی در امان باشد. حکمت از حجاب این هست. اشتباه فرمیدن کسانی که بر علیه اسلام اینگونه تبلیغ میکنند. لذا سروران عزیز، ما نباید قول افرادی که حجاب رو نوعی تحجر، عقب افتادگی، رکود فکری و عقلی میدانند که امروز متاسفانه بسیاری از خواهران به نواهای اونها و نداهای اونها لبیک گفتن و دارن اینها هم بالاخره همین تبلیغات رو به راه انداختن تا به نوعی بتوانن اسلام عزیز را رخنه ایجاد بکنن و خدشه‌دار بکنن، در حالی که اشتباه میکنن. بله، تا اندازه‌ای سودمند واقع شده تبلیغات غربی ها. متاسفانه معضل بی‌حجابی، خودآرایی، عشوه‌گری خواهران مسلمان به اوج خود رسیده و بسیاری از خواهران خودباخته تمدن غرب و فرهنگ منحط غرب و جاهلیت گشتن و انحطاط اخلاقی و رذایل اخلاقی رو در جامعه خودشان و در وجود خودشان پیاده کردن. لذا قرآن عظیم الشأن فرهنگی غنی است. ما اگر تاریخ اسلام رو و قرآن عظیم الشأن رو که مملو از حقایق و معانی است و هر درسی از درس‌های قرآن عظیم الشأن دریا و اقیانوس بیکرانی از مسائل و حقایق هست، اگر مورد بررسی قرار بدیم و دقیقاً اونها رو مطالعه بکنیم، قطعاً ما به بالاخره نواها و بوغه‌های تبلیغاتی مشرکین و ملحدین توجهی نخواهیم کرد. آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای رسول خدا، ای محمد مصطفی، ای پیامبر آخر الزمان، با زبان شیوا و پویا و صریح اکیداً برای مؤمنان تأکید بکن و بیان بکن که یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، از چشمانشون محافظت بکنن، در مقابل دیدگان نامحرمان چشم خودشان را ببندن. ذالک ازکی لهم، این براشون بهتر هست. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و همچنین برای زنان مؤمنه، برای زنانی که از خط و مشی اسلام و رسول معظم اسلام و ازواج مطهرات پیروی میکنن، به اونها هم اعلان بکن که یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، چشماشون رو محافظت بکنن، شرمگاه و عفت و ناموسشان را محافظت بکنن، ولا یبدین زینتهن، و زینت و آرایش خودشان را در ملأ عام جلوی دیدگان نامحرمان نشان ندهند،
و به مرحله ظهور نگذارند. رسول معظم اسلام میفرمایند صنفان من امتی من اهل النار لم ارهما، دو گروه از امتیان من آتشی و جهنمی هستند که من اونها رو ندیدم، در عصر من هنوز قدم به عرصه ظهور نگذاشتن، هویدا و آشکار نشدن، وگرنه من شخصا با اونها جهاد خواهم کرد. لم ارهما، من اونها رو ندیدم، ولیکن بعد از عصر من خواهد آمد، قدم به عرصه ظهور خواهد گذاشت. پیشینگویی رسول معظم اسلام رو توجه بکن. قوم معهم سیات که از ناب البقر کار نداریم. پیشینگویی دوم پیامبر خدا و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، زنانی که پوشیده‌اند ظاهرا ولی در باطن لختند. صحابه قبول نمی‌کردن همچه مسئله ای رو. چگونه زنی بیاد خودشو بپوشانه ولی در عین پوشش و حجاب اسلامی لخت باشه؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، خودشان به طرف دیگران میل میکنن و دیگران رو مانند مغناطیس به طرف خودشون جذب میکنن. رؤوسهن که اسنمة البخت المائله، موهاشون مانند کوهان شتر رو سرشون قرار گرفته. به خدا قسم صحابه وقتی که این احادیث رو از زبان گوهربار رسول معظم اسلام میشنیدن تعجب میکردن که آیا زمانی میاد زنان در همچه حالتی قرار بگیرن برای اونها غیر قابل پذیرفتن بود، یعنی قابل پذیرفتن نبود، قابل قبول نبود. ولیکن امروز این مسائل به چشم همه من و شما میبینیم. این پیشینگویی رسول معظم اسلام چگونه تحقق یافته و همه ما متوجه هستیم. لذا خدا نکند سروران عزیز ما در این گروه قرار بگیریم، گروهی که جزء علامات قیامت باشه. پیامبر خدا چه میفرماید؟ رؤوسهن که اسنمة البخت المائله، این زنان سرهاشون موهاشون مانند کوهان شده وسط سرشون. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، این افراد، این زنان، اون مردانی که چنین زنانی دارند و جلوی فحشا و منکرات اونها رو نمیگیرن، اون برادری که چنین خواهری داره و جلوی خواهرش رو نمیگیرد و صد و مانع قرار نمیگیرد، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها. پیامبر خدا میفرماید چنین زنانی داخل جنت نمیشوند که هیچ، بلکه بوی جنت به مشام اینها نمیرسد. و ان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا، در حالی که بوی جنت از مسیر 500 سال راه به مشام انسان مسلمان میرسه، ولیکن اینها اینقدر چند قرن از جهنم فاصله دارند و دورند، از جنت فاصله دارند و دورند. توجه بکنن سروران عزیز. رسول معظم اسلام روزی در محضر اصحاب سوال مطرح کرد که ای اصحاب من، همیشه شما سوال میکردید من جواب میدادم، امروز من سوال میکنم شما جواب بدید. سوالشو مطرح کرد پیامبر خدا، فرمود برای یک زن مسلمان از هر چیز، از همه اشیای دنیا کدوم چیز بهتره؟ و بالعکس برای مرد مسلمان چه چیز بهتر و پسندیده تر هست؟ صحابه هر کدوم اون جوابی که در ذهنشان درست کرده بودن القا کردن، خدمت پیامبر خدا بیان کردن، ولی رسول معظم اسلام نپذیرفتن. حضرت علی کرم الله وجهه در اون مجلس حضور داد، جوابی داد، مورد پذیرش رسول معظم اسلام قرار نگرفت. حضرت علی یواشکی خودش رو از مجلس رسول معظم اسلام بیرون آورد و به محضر حضرت فاطمه دختر گرانقدر رسول معظم اسلام حاضر شد و فرمود ای فاطمه، ای ام ابیها. رسول معظم اسلام سوالی کردن و ما نفهمیدیم، ما جوابشو نداشتیم. فرمود که رسول معظم اسلام سوالش چیست؟ همون سوالش ایه که از همه بهتر برای زنان چی هست و از همه برای مردان چه بهتر و پسندیدتر است؟ گفت اگر من در محضر رسول معظم اسلام می بودم این جواب رو می دادم که از همه برای مرد مسلمان این بهتر که از نگاه کردن و چشم اندوختن به نامحرمان چشمشون رو محافظت بکنن، و برای زنان از همه این بهتر که حجاب اسلامی رو رعایت بکنن و از نگاه کردن به نامحرمان صرف نظر بکنن. حضرت علی فوراً جواب را گرفت و به محضر رسول معظم اسلام آورد. فرمود ای رسول خدا، جواب سوال شما این است. رسول معظم اسلام تبسم فرمودن و فرمودن ای علی،
این جواب در ذهن تو نبود، راستشو بگو، این جواب رو از که گرفتی؟ سوال تو را چه کسی جواب داد؟ گفت واقعا واقعیت رو اگر میخواد بپرسید ای رسول خدا، دختر شما حضرت فاطمه، رسول معظم اسلام فرمود صدقت ابنتی فداها ابوها، دخترم فاطمه راست گفت من محمد باباش فداش بشم. دخترم راست گفت، واقعیت رو دختر من گفت که از همه برای زن مسلمان و مرد مسلمان اینه که نفس شیطانی خودشون رو کنترل بکنه، نفس اماره رو تو چنگ قرار بده و خدایی نکرده موجب اختلالات و بالاخره رذائل اخلاقی نشه. صلوات قرای نده فرمایید. بله، خواهری نویسنده‌ای هست، نویسنده کتابی، میگه با وجودی که من نماز میخوندم، مصری هست، میگه به مسائل حجاب اونقدر توجه نمیکردم. روزی مریض شدم، خواهری آمد به یادتم گفت خواهر تو که خداوند متعال تو را اینقدر بالاخره موفق کرده نماز و روزه و عبادت میخونی، نیاز نیست که شما مریض بشی، حتما علت مریض شدن شما همین نماز و روزه هات هست، وگرنه ما که نماز نمیخونیم چرا مریض نمیشه؟ همونطور که بسیار میگن این حرف. خواهر مسلمان جواب بسیار عجیبی بهش داد، گفت خواهر این لبهایی که الان میبینی خداوند متعال اونها را بیمار کرده و با درد داره اونها رو تعذیب میکنه. یک روزی با انواع سرخابه ها و ماتیکه ها رنگین میشد و در میان کوچه ها و بازارها به نمایش گذاشته میشد. من دارم شلاق اونها رو میخونم. این گونه هایم را که ببینی قدر باد کردن، ورم کردن، یک زمانی با انواع پودرها و کرمه ها و روغن ها من ها رو آرایش میکردم و در معرض دید جوانان قرار میدادم. این بدن من را که میبینی قدر کبود شده و سیاه شده و افتاده، یک زمانی با انواع لباس های رنگارنگ در ملأ عام در کوچه و خیابان نظر دیگران را به خودشون جلب میکرد. من خودم میدونم چوب اعمال من رو دارم میخورم. لذا این شکل را، این شمائل را پروردگار عالم به انسان و مسلمان داده، اما زن و مرد مسلمان خدایی نکرده اگر از این غیر مثبت استفاده بکنه قطعا پروردگار عالم این نعمت را از اونها خواهد گرفت. در وهله اول چند مورد رو که برای خواهران بسیار مهم هست اینها رو خدمت سروران عرض بکنم که رعایت کردن چه اموری لازم است تا ما بگیم به فلان شخص محجبه کامل، چه اعمالی رو انجام بده تا بدون جزء کسانی باشد که حجاب اسلامی را واقعا حالا 100% نه اگر بالاخره 50% 60% رعایت کرده باشه. باید به چند مورد توجه بکنه. اولی که در پوشیدن لباس یک زن مسلمان طبق قول رسول معظم اسلام کاسیات آریات نباشه که لباسی بپوشه ولی لباسش گویا لخت هست. میدونید این جمله پیامبر خدا یعنی چه؟ داره از فرهنگ امروز پیامبر خدا سخن به میان می آورد که امروز اگر لباس بلند و لباس گشاد یک دختر مسلمان به تنش بکنه و یا نقاب بر چهره بزنه، همه میگن دختر فلانی ملا شده، همه به باد تمسخر میگیرن. ولی تمدن، فرهنگ، پیشرفت در اینه که انسان مسلمان، زن مسلمان خودشو لخت و برهنه بکنه. چه لباس هایی که امروز آمده سروران عزیز. حتی پیامبر خدا اینقدر روی این مسئله بالاخره اهتمام ورزیدن و اهمیت دادن که اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرماید من کوچک بودم، دختری بودم که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم، در محضر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آمدم، گفتم السلام علیک یا رسول الله. پیامبر خدا چهرهش رو از دختر کوچولو به نام اسما برگردان. فرمود ای اسما، برای یک دختر مسلمان، یک دختری که از آیین اسلام داره پیروی میکنه، شایسته نیست که اینجوری لباس بپوشه. ظاهرا شاید سر دستاش لخت بوده. امروز دختران 14 و 15 ساله را برید داخل کوچه و خیابان نگاه بکنید چه بدبختی شده. این را فرهنگ میدونن، این را پیشرفت میدونن. آن ننگ بشر بین که زند دم ز تجدد، عریان به نموده است چو حیوان بدن خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بنموده به تقلید غلط پیروی از مد. این است تمدن که کنون رایج باب است، بی‌حجابی و الواتی رو مینامن مدرنیسم. دم از مد و عرض بکنم پیشرفت و این مسائل میزنن، مانند حیوان بدنشو لخت میکنن در محضر دید جوانان. این نامش فرهنگه، این نامش پیشرفته، وگرنه میگه فلانی قدیمی هست. در وهله اول یک فرد مسلمان باید
لباس خوب به تنش بکنه. یک زن مسلمان لباسی که تمامی فراز و نشیب بدنش رو مشخص نکنه. امروز یا لباس ها اونقدر نرم و نازک است که تمامی عرض خدمت شما بدنش از پشت لباس مشخص میشه، و یا اینقدر تنگ و فشرده است که تمام فراز و نشیب بدن یک زن مسلمان در جلوی دیدگان هزاران نفر نامحرم مشخص و نمایان هست. صلوات غرای نبی بفرمایید. بله، چادر که به جای خودش. امروز چادر، حرف چادر رو نزن، خیلی واقعا جای تأسف هست. چادر بشنو به یک زن مسلمان چی میگه. بشنو از چادر که در توصیف زن تار و پودش با تو میگوید سخن. یک چادر عفیفه داره با یک زن مسلمان صحبت میکنه، و شما هم که اولیا و بالاخره بعضا شوهر و بعضی برادر و بعضی پدر زنان هستید به هر حال توجه بکنید. بشنو از چادر که در توصیف زن تار و پودش با تو میگوید سخن. تار و پودم از شرافت تافته، تار و پودم از شرافت تافته، تا شرافت را به عصمت بافته. در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند چادر چون صدف. اینها درن، مرواریدن، و چادر مانند صدف اونها رو در خودش جای داده که مبادا در در مقابل سنگ قرار بگیره، به چیزی بخوره و اون نورانیت و درخشش از بین بره. در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند چادر چون صدف. بهترین سرمایه زن چادر است، زان که زیب و زینت زن چادر است. حفظ چادر در سرای اقتدار دختران را هست تاج افتخار. حفظ چادر حفظ دین و مذهب است، حفظ چادر حفظ دین و مذهب است. شیوه ازواج پاک احمد است. کسی میخواد شیوه ازواج رسول معظم اسلام، ازواج مطهرات رو سرلوحی زندگیش قرار بده، حفظ چادر شیوه ازواج پاک احمد است. حفظ چادر چاره‌ساز کارهاست، حافظ گل از هجوم خارهاست. این خارها و میکروبها و ویروس هایی که به شکل جوانان گرگ صفت سر راه خیابانها و کوچه ها قرار گرفتن، اینها خارن، شمشیرن. اگر خدای نکرده این گل در درون چادر نباشن قطعا اونها رو پاره پاره خواهند کرد. حافظ گل از هجوم خارهاست. حفظ بالاخره در چند سال قبل در ایران ما یک زنی که بدون چادر باشه در خیابانها ظاهر نمیشد. الان قطعا 60-70% دختران ما و زنان ما در کوچه ها و بازارها بدون چادر میگردن. این درد و این میکروب و این ویروس امروز به منطقه های ما هم سرایت کرده. مردم توجه بکنید، شما را به خدا قسم. مردم ما تا به حال از این مسائل غافل بودن که خدا بکنه غافل شن، که نسبت بی حجابی این مسائل رو بفهمن، غافل باشن بهتره. که متاسفانه امروز بالاخره با استفاده از وسایل پیشرفته بالاخره ماهواره ها و شبکه اینترنت همه این مسائل داره تزریق میشه به جوانان ما و دختران ما و دارن از اینها استفاده میکنن. لذا اولین بالاخره مایه عزت و شرافت و عرض شود خدمت شما موجبات فراهم نمودن و رعایت کردن حجاب، پوشش لباسی بسیار بلند و گشاد، تنگ و تاریک نباشه، خدای نکرده. دوم، آرایش نکردن در بیرون از خانه. آرایش برای زن جایزه ولی در خانه و برای شوهر تعجب. سوال امروز غربی ها میگن تمدن و پیشرفت در اینه که زن مسلمان خودشو آرایش بکنه و بیاد داخل کوچه و بازار کار بکنه، در هتل ها و رستوران ها و بالاخره بقیه مغازه ها کار بکنه، زحمت بکشه. این بالاخره پیشرفت است. ولی زن اگر داخل خانه باشه میگن زن رو زندانی کردن و در حق زن اجحاف شده. تعجب ها. باید واقعا بر اینا کمی توجه بکنید، فکر من رو به کار بیاندازیم. اینها چه دارن میگن؟ میگه زن اگر از پدرش از شوهرش در خانه پذیرایی بکنه و اسباب رفاه و آسایش را برای اونها فراهم بکنه، این تحجر و زندانی است. اما اگر همون زن بیاد با بیگانه ها بخنده، با مدیر یک اداره بخنده، با اونها بالاخره نشست و برخاست بکنه، برای اونها چای بیاره، آبدار چی باشه، این تمدن، این پیشرفته. توف بر این پیشرفت. زن رو از خانه میارن بیرون
نوکری دیگران را بکنن، این شده پیشرفت. ولی زن در درون خانه برای حفظ ناموس و مال و جان و اولاد خودش داره کار میکنه، این را میگن عقب افتادگی. و مسلمانان بدبخت و ساده‌لو دارن از این قضیه چقدر استقبال میکنن که زن نباید در درون خانه باشه. به خدا قسم اگر زن مسلمان درون خانه از صبح تا شب کارهای فقط که داخل خانه است اونها رو انجام بده و به تربیت فرزندان بپردازد، دیگه مجالی برای بیرون رفتن از خانه نیست، یعنی فرصتی باقی نمیمانه. از صبح تا شب بسیار از خانم‌های خانه‌نشین میگه ما حتی به کارهامون نمیرسیم، چه برسه کارهای و شغلهای بیرونی. میخواد همه زنان رو بریزن داخل کوچه و بازار. علتش چیه؟ چی میخوان اونها؟ دو چیز از این بالاخره قانون میخوان. یک، اشباع غرایز جنسی که از این طریق میخوان دختران مسلمان رو همه بریزن داخل کوچه و خیابان تا از این طریق بتونن غرایز جنسیشون رو اشباع بکنن، سیر بکنن. و از طرفی به خاطر جمع‌آوری مال و زراندوزی. چرا؟ چون که زنان قطعاً مزد کمتری میگیرن، کارم بهتر میکنن. امروز خواهران ما متاسفانه مادران ما متوجه شدیم در این منطقه شب روز دنبال کار و کاسبی و حتی میگفتن که به خدا قسم مایه ننگ برای یک انسان مسلمان. در همین منطقه تاجرآباد آمده بودن پیش خودم که آمده دختر من رفته سر کار 2 روز هست گم شده و خبری از اون نیست. چه زنانی که سر صبح موقع نماز سر کوچه ها نشسته بودن منتظر اینکه ماشین ها بیاد برن سر درو و دشت و گرد جمع کنی و بقیه مسائل. برادران، سروران عزیز، حفظ ناموس از حفظ جان انسان برای انسان لازم تر هست. توجه بکنید، این گول افکار غربیان رو نخورید که زنان مسلمان را بریزن داخل کوچه و خیابان تا اینکه هم زراندوزی بکنن و هم اشباع غرایز جنسی بکنن. بلکه ما اهداف اونها را باید یکی از بعد از دیگری اونها را بالاخره شناسایی کرده و در نطفه اونها را باید خفه بکنیم. صلوات قرائن بکنیم. بله، عدم آرایش. امروز زن تا زمانی که داخل خانه هست آرایش جایزه برای زن، هر نوع آرایشی، ولی داخل خانه برای شوهر امروز مسئله کاملا 100% برعکس شده. زن تا زمانی که داخل خانه هست شوهر به خدا قسم دلش نمیاد به طرف زنش نگاه بکنه، از بس که سر روش گرفته هست، عبوس هست، لباسهای مندرس کنه. ولی خبر بدن کارت که رسید امروز فلان جا فلان بالاخره خیابان کوچه فلان دعوتی از عروسی، بیار دیگه. هر چه لباس اگر داشته باشه بهترین لباس را بپوش، اگر نداشته باشه همون روز شوهرشو مجبور میکنه بره قرض بکنه و بره بالاخره لباس و پیراهن بگیرن و بعضی حتی از همسایه هاشون قرض میکنن لباس رو میارن داخل بپوشن که برن عروسی. عجبا، خیلی عجیبه. ما عجیب از اسلام اینجوری داره استقبال میکنیم. شریعت میگه زن باید برای تو آرایش بکنه، ما میگیم نه، زن باشه برای دیگران داخل کوچه و خیابان آرایش بکنه. تا زمانی که داخل خانه هست نفرت میکنیم به طرف زنمان نگاه بکنیم، ولی داخل کوچه اگر زنمان را با خودمون نباشه ببینیم نمیشناسیمشو. حوری شده فقط میگه از زمین به آسمان پرواز کرد. عجیب هست. این برداشت ما از اسلامه. سروران عزیز، آرایش برای زن داخل خانه، عطر استفاده کردن داخل خانه. رسول معظم اسلام در حدیثی میفرماید توجه بکنید، زمانی که ایما امرأت خرجت من بیتها معطره فهی زانیه، هر زنی که با زیب و زینت و آرایش و عطر و ادکلون از خانه بیاد بیرون تا زمانی که برگرده این زن زنا میکند، زنا میکند، زنا میکند. در خیابان چهره آرایش مکن، در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. جوانان مؤمن را با این بالاخره مقدار کرمی که دور بر صورت مالدی اون هم الکی ها که بعضی این که بادی بیاد به وزخ گرد و خاک همشون میگیره کبود و سیاه مانند بوزینه بلا نسبت. از جوانان سلب آسایش مکن، زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مره در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست، پوشش چسبان و رنگارنگ چیست. خواهرم این قدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن.
خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین. یک لحظه به ازواج پیغمبر نگاه بکن. متاسفانه امروز این مسائل نیست سروران عزیز. جوانان را بگذار به جای خودش که امروز پیرزنها برداشتن. آی مردم این بدبختی را به کجا ببریم؟ ببر. قدیم شنیدیم اون عشق پیری گر بجنبد سر به شیدایی زند، ولی امروز دیدیم پیرزنی که بالاخره آفتاب عمرش بر لب بام رسیده و برف پیری سراسر وجودش را فرا گرفته، میاد آرایش میکنه خودش را. لب و دهانی که امتدادش از مشرق تا مغرب صورتش رو گرفته، میاد اونها رو ماتیک میزنه. چشمان از حدقه بیرون آمدهش را مداد چشم میکنه. پشت چشمانشون مثل چشمان بلا نسبت قورباغه سبز میکنه. بعض اون لباس کوتاه میپوشه و بعد اون شلوارشو میکشه بالا تا با دیدن ساقه های اون انسان را بیاد مرده های پوسیده استخوان بالاخره قبرستان انسان رو بیاندازه. این رو میگن چی آرایش کرده خودش. انسان میبینه تعجب میکنه، خدا یه هیولا. این را فرهنگ میدونن. سروران عزیز، مادران محترم، من خدایی نکرده توهینی میکنم به مادران عزیزم، لذا این مسئله رو باید توجه بکنن. از شما عمری گذشته وقتی که دختر داخل خانه این اعمال رو به مادر میبیند تعجب میکنه. مولانا روم رحمت الله علیه قصه میاره، وقت هم گذشته من الان یادم آمد. میگه یک روز یک پیرزنی دعوت شده به مجلس عروسی، رفت جلوی آینه دید که اوه این چهرم چقدر چروک داره، چقدر زشته، چقدر بالاخره پلید هست، چیکار بکنم؟ هر چه فکر کرد کرم آورد زد، بغل کرم ضد آفتابی زد، کرم سفید کننده زد، پودر آب و روغن ها زد، هر چه زد دید نه بابا احمد پوده همونی که بوده، تکون نخورد. فکر کرد، بالاخره آمد قرآنی رو دید که دور برش با طلا، دور بر صفحه حاشیه‌اش با طلا رنگین شده، زرین شده است. این گوشه های قرآن رو گرفت برید، بالاخره 500 جلد رو هی میبرید، میافتاد، میبرید میچسبون، دو قدم راه میرفت باز میافتاد، باز برمیگشت کنار آینه. 500 جلد قرآن رو پاره کرد، به صورت چسبان، دو قدم راه میرفت میافتاد. لحظه آخر ناراحت شد وقتی که بالاخره کاغذها و اون بالاخره حاشیه‌های قرآن از صورتش افتاد، گفت لعنت بر شیطان. شیطان فوراً جلوی پاش ایستاد، گفت لعنت بر تو که به خدا قسم ما چندین سال زحمت کشیدیم ولی این مکر و حیله‌ای که تو یاد داری توی پیرزال به خدا قسم ما یاد نداشتیم. بله این مسائل هست. وقتی که پیرزن داره خودش رو آرایش میکنه، از جوانان چه توقع؟ آقا خانم من شنیدم میخواد بره به عروسی، مادر بهش تحمیل میکنه که چی با این لباس داری میری؟ بلند برو لباس بالاخره خوب بپوش، سرخاب بزن، ماتیک استفاده کن، برو سرتو موتو بالاخره فرم بزن، فلان بزن، تا اینکه بقیه تو رو بپسندن، نگن دختر فلانی ملا شده و یا عقب افتاده هست. وای بر تو مادر، وای، جهنم رو برای دخترت داره درست میکنی و شعله ور میکنی. در واقع توجه بکنید خواهران عزیز، آرایش برای شوهر فقط در خانه. حتی اگر به نماز جمعه خواهر میاد، اگر عطر استفاده بکنه، به تعبیر رسول معظم اسلام زانیه هست. که امروز در بازارها وقتی که از کنار یک زن رد میشه انسان رو دیوانه میکنه. فقط تو مغازه عطر فروشی آمدم، خدایا کجا هست؟ سومی که موها رو پیدا بکنن. امروز تا چند سال قبل روسریات بالاخره بودن تا جایی پوشیده بودن، الان ای هر روزی 4 ناخن میرن عقب، 4 ناخن میرن. آمدن تا اینجا، خدا میفهمد که بقیه اون طرفتر کجا برن. در حالی که رسول معظم اسلام حضرت فاطمه و حضرت علی میفرمایند ما آمدیم نزد پیامبر خدا برای دیدار و ملاقاتش، آمدیم نزد رسول معظم اسلام، دیدیم که پیامبر خدا گریه میکند محمد رسول الله. میگه وقتی ما جمال جان آرای رسول الله را دیدیم که اینقدر اشک میریزد، حضرت علی میفرماد اشکال ما سرازیر شد که ای رسول خدا چه مشکلی پیش آمده که شما اینقدر به گریه افتادی و امروز شما را محزون و غمگین میبینیم. رسول معظم اسلام غمخوار امت بود. پیامبر خدا اگر کوچکترین عذابی و یا نقصانی متوجه امتش میشد، پیامبر خدا قلبش میسوخت، آرامش و رفاه و آسایش از زندگی رسول خدا پرواز میکرد. گفت بله در شب معراج گروهی از زنان امتم را دیدم که به موهایشان آویزان هستند و مغز اونها مانند دیگ آب جوش جوش میخوره به همون صورت. گفتم که اینها کیاین؟ فرمود اینها اون دست از زنانی هستند که هنگامی که از خانه میان بیرون موهاشون رو توجه نمیکنن، بیرون میندازن، روسری حتی بعضیا به سرشون نمیکنن، فقط چادر. من بسیاری از خواهران رو میبینم داخل کوچه و بازار، مجردی که چشمش به من میفته فوراً میره چادرشو کشه جلو. از من نترس، از خدا بترس. من کاری نیستم، یا هر کس مثل من.
انسان باید در هر جا خدا رو حاضر و ناظر قرار بده. گروهی دیگر از امتم را دیدم که به پستانهاشون آویزانند. رسول معظم اسلام میفرماد گریه میکردن. حضرت فاطمه و حضرت علی میفرماد وقتی ما این خبر رو از رسول معظم اسلام شنیدیم ما هم شروع کردیم به گریه کردن. لذا موها رو توجه بکنن. موها رو اگر یک بالاخره دو سه تا از موهامون پیدا باشه، از زنان ما نمازشون درست نیست، نماز در اون حالت نباید بخوانن. نماز فرض خدا در حالتی که سرشون برهنه است نباید بخوانن. امروز از ما میرن داخل کوچه و بازارها و پارکها با سر لخت. تعجبها. این سه همه مسائل و قرآن عظیم الشأن بیان میفرماید. صدا رو ظریف نکنید. یعنی زن نباید هیچ عملی که مورد جذب و عرض شود خدمت شما جذب شدن جوانان بشه اون عمل رو نباید انجام بده، هر چی میخواد باشه. قرآن عظیم الشأن چی میفرماید؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. الله ذوالجلال میفرماید ای زنان مسلمان در صحبت هاتون انقدر نرم و نازک صحبت نکنید، صداتون باریک نکنید، با اشوه و ناز و کرشمه سخن نگویید که مبادا کسی که در قلبش مرض وجود داره جذب شما بشه. حتی این دستور در وهله اول به ازواج مطهرات، به زنان رسول معظم اسلام میفرماید که هنگام صحبت کردن با نامحرم با صدای خشن صحبت بکنید، صدای نرم و نازک نباشه. تلفن را برمیدن اون الو با صداشون نرم و نازک فقط میگه خدایا چه خبر هست. تلفن های مزاحمی اینها رو توجه بکنید. دختران من شما یعنی کسی دیگر نیستن. هر کس که هست یا خواهر ماست یا مادر ماست یا بالاخره همسایه ماست که همسایه هم حق خواهر و مادری بر ما دارد. توجه بکنید این مسائل رو سروران عزیز. صلوات قرائنت بفرمایید. عدم خلوت و صحبت با نامحرمان، حتی اقوام شوهر. امروز عجیبه ها، آقا میاد داخل خانه شوهرش، اون خانم هم نیست، میاد با هم صحبت میکنن 1 ساعت 2 ساعت، بعد میگه ما هدفی نداشتیم، ما با چشم خواهر برادری هم دیگر نگاه میکردیم. تعجب، با چشم خواهر برادری. اینا خودشون فورا میان خودشون میدوزند و میبافند و فیصله میکنن ما با هم خواهر برادر هستیم. کی شما را خواهر برادر کرده؟ خواهر برادر الکی؟ به خدا قسم هر زمانی که رسول معظم اسلام میفرماید هر زمانی که یک زن و یک مرد مسلمان و نامحرم داخل خانه باشد سومیشون قطعا شیطان. اعتماد تا حدی بالاخره جایز است، ولی پا رو از حد فراتر بگذارن باید ممانعت ایجاد بکنن سروران. چون که وقت گذشته من نمیتونم رو بگم. محافظت از دیدگان. رسول خدا میفرماید العین تزنی و زناها النظر. چشم زنا میکنه، زنای چشم نگاه کردن. زنای چشم نگاه کردنه. همه میگن به نگاه کردن ما که بالاخره منظوری نداره، فقط نگاه میکنید. بله نگاه میکنید. چی میگن؟ شاعر عربی چی میفرماید؟ کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر. همه بدیها نخستین پله عروج فساد نگاه کردن است. نخستین پله عروج فساد نگاه کردن هست. قسمت عمده لذت های جنسی رو نگاه کردن نشان میداد. به خاطر همین فارسی زبان، اشاعره فارسی زبان هم به همین نکته اشاره میکند. به نامحرم نظر دل را کند کور، ز قربت خانه وضع افکند دور، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این دیده است، این چشم هست. شاعر عربی در جای دیگر میفرماید فنظرتون فسلام فکلام فموعدتون فلقا. میگه اول یک نگاه کردنه. همه مسائل اول از نگاه کردن شروع میشه، بعد از نگاه کردن سلام علیکم، بعد از سلام کردن بار دوم یک صحبتی بالاخره با هم دیگر، بعد از صحبت کردن تبسمی، بعد از تبسم فموعدون، وعده کجا؟ پارک فلان، بالاخره وکیل آباد، کوسنگی فلان، فلقان، وعده ملاقات گذاشت دیگه خلاص، دیگه منتظر چیزی نباش از این دختر و یا از این زن مسلمان. امروز در دانشگاه ها نگاه بکنید، دختران دانشجویی به خاطر چی است اینا؟ آقا جرأت نمیکنه دخترشو به دانشگاه بفرسته. علتش چیست؟ به خاطر اینکه من تو دختر من را، خواهر من رو نمیتونیم کنترل بکنیم، مواظب رفت آمد دختر من نیستیم. دختر رو ول کردن داخل شهر، به امان و خدا برو بخیر تا سال آینده سماتتری سلام علیکم و علیکم السلام. خدا من این دختر بعدش هم وقتی چه حالتی داشته باشه. توجه بکنن صبران. چشمچرانی یکی از دامه های بسیار بزرگ شیطان هست که مانند تیر که گلوله به وسیله بارود حرکت میکنه، اون اینقدر زهر نداره به خدا قسم، چون که فقط جان انسان رو میبره. ولیکن این نگاه کردن به شهوت چنان تیر کشنده و بالاخره مخفیانه است، بی صدایی است که با گلوله بدون صدا هم دین انسان رو و هم ایمان انسان رو به خطر میاندازد. لذا توجه بکنن پدران عزیز، برادران عزیز. علت اصلی توسعه و رواج بحران بی‌حجابی متاسفانه
اهمال و تغافلی برادران و مردان هست. این اگر مرد از خودش حساسیت نشان بده، غیرت نشان بده، یا برادر یا بالاخره پدر یا فرزند، همه اینها میتونن جلوی همه مسائل رو بگیرن. به قول شاعر چه میفرماید؟ زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان. خیلی زیبا گفته ها. زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان، مرد او اندر معل باشد چو مرد باغبان. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ. آیا دیدی باغ رو اینجوری رها بکنن؟ دور یک باغ دیوار میکشن که دو تا از سبزیجاشو یا درختاشو کسی نخوره، ولی دوربر خانه خودشو مرد این با این بزرگی دوربر خانهشو یک حیات نمیکشه، همینجوری رهاست، هر کس برای خودش. آمد سلام برو. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ، تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن. مرد هم باید بپوشاند به زنزیب حجاب، تا که باشد همسرش همواره در امن و امان. ورنه یعنی اگه کار نکنه، ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان. وگرنه اگه این کار را نکنه دیگه کلکش کنده هست. لذا مرد باید از خودش بالاخره کمی حرکت نشان بده، تحرک نشان بده و در مورد این مسائل تغافل نکنه، زیرا که رسول معظم اسلام میفرماید یک زن 4 مرد را با خودش به جهنم میبرد، تنها خودش نمیره. توجه بکنن برادران، یک زن 4 مرد رو با خودش به جهنم میبرد: پدر، شوهر، برادر و فرزند خودش را. آی بابایی که میاد به نماز جمعه، به نماز 5 وقت، سر از سجده برداشته نمیشه، میخواد قبله رو سوراخ بکنی با سجدات، ولی دخترت خدا میدونه داخل مراسم عروسی چه مسائل رو که انجام نمیده، چه رقص و رقاصی هایی. تو به فوتبال ابلیس شده میرقصه وسط 1000 جوان. پدر اینجا داره نماز میخونه، الله اکبر، سبحان الله سبحان الله. بگو این مسائل رو توجه بکنه، به مسائل خانوادگی که اهمیت داره. قرآن چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید، همونطوری که زمان عید میاد برای خودتون و خانوادهتون میرید خرید میکنید، در مسائل ایمانی فقط با خودتون توجه نکنید، بلکه قوا انفسکم و اهلیکم، خودتان و اهل خانوادهتان را، دخترانتان را، دختران جوانتان را، حتی دخترانی که به مدرسه میرن اینها رو توجه بکنید، مواظب دوستان و رفت آمدها اینا باشین که به خدا قسم اونها بد نیستن، ولیکن سر هر کوچه هزاران مفسد و شیطان و گرگ درنده ایستاده است و منتظر شکار هستند. بیم در مکتب عایشه، تا جالب اینجاست که یک زن رقاصه هست، حجاب رو رعایت نمیکنه، شب روز با آرایش بیاد بیرون، اسمش هم هست فاطمه، اسمش هم هست عایشه، اسمش هم هست زینب، با این اسامی میان این مسائل رو انجام میدن. این واقعا برای یک انسان مسلمان شایسته نیست. اسم فاطمه رو بردار، اسم عایشه رو بردار. اینها این کارها رو نکردن. حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که رسول معظم اسلام وفات میکنن و در خانه حضرت عایشه دفن میکنن، حضرت عایشه هر زمان که میاد بدون چادر میاد، لباساش تنشه میاد، چون که شوهرش بوده. السلام علیک یا رسول الله. حضرت ابوبکر که وفات میکند، پدر حضرت عایشه است، مجدد باز هم به همون حالت اولی میاد برای عرض سلام هر روز صبح یا هفته یک بار به مرقد مطهر باباش و شوهرش. ولی هنگامی که امیرالمؤمنین حضرت عمر به شهادت میرسد و کنار حضرت ابوبکر و رسول معظم اسلام دوتا یار وفادارش دفن میکنن، از اون روز به بعد حضرت عایشه رضی الله عنها بدون حجاب و نقاب وارد گنبد خضرای رسول الله نمیشود. ازش سوال میکنه که چرا؟ میگه این حضرت عمر رضی الله عنه نامحرم است و من برای خودم لیاقت نمیدم و اجازه نمیدم که بدون حجاب و نقاب در محضر پدرم و شوهرم حاضر بشم، در حالی که مرد اجنبی کنار اونها خوابیده هست. اونها از مرده ها حیا میکردن، زنان ما از زنده ها شرم و حیا نمیکنن. ای کسانی که امروز خودتان را عایشه مینامید، ای کسانی که فاطمه مینامید، فاطمه رضی الله عنها بزرگترین وصیتش، بقیه وصایای فاطمه را با آب و تاب تمام در تابلوها بالاخره در همه مسائل مطبوعات می نویسن، ولی این مسئله رو کم توجه می کنند. توصیه مهم به حضرت فاطمه چی است؟ من رو به شب دفن کنید. چرا؟ من رو زمانی که فوت کردم من رو روز دفن نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه مبادا در روز نامحرمی چشمش به جسد اطهر و مرده فاطمه بیفتد.
بله اینها فاطمه بودن، اینها عایشه بودن. لذا اگر پیرو حضرت فاطمه و حضرت عایشه هستید و ازواج مطهرات باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنید در حد توان و حد وسعمان. خدای نکرده موجبات ناامنی رو و انحطاط اخلاقی رو و رذائل رو برای جوانان مسلمان فراهم نکنیم و جوانان عزیز هم متوجه باشن حجاب فقط تنها مال خواهران نیست. اینا هم توجه بکنن، چشم خودشون رو محافظت بکنن. خدایی نکرده روز قیامت سرب گداخته داخل چشمانتون ریخته نشه. یک مرتبه که چشمتون میفته بار دوم استغفار بکنید، چشمتون رو محافظت بکنید. از زیر چشم دیگه پی در پی نگاه کردن خطرناک است که متاسفانه امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله حجاب به شکل یک خواب و خیال در آمده. حتی در بعضی از کشورهای اسلامی در یک کتابی من خواندم از ورود دانش آموزان مقاطع دبستان و دبیرستان و بالاتر از اون با حجاب کامل ممانعت به عمل آوردن. یعنی کشورهای اسلامی مانعی شده که یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان با حجاب بیاد داخل خانه، داخل مدرسه، داخل دانشگاه. این حالت مسلمانان هست، حالت اسفناک مسلمانان. لذا سروران عزیز، ما میتونیم انشاءالله هر کدوم از ما اگر خانواده خودش رو اصلاح بکنه، عزم خودش رو جذب بکنه که جامعه خودش رو اصلاح بکنه، خواهرانی که کنار کوچه و خیابان می‌نشینن با اون قلیون و چریم از صبح تا شب توجه بکنن، با خدا قسم جهنم رو برای دود میکنن برای خودشون و شعله ور میکنن، نه قلیان و چریم را. توجه بکنن پدرایی که سر کوچه ها می‌نشینن، این فرزندان به شما چشم دوختن و از شما درس میگیرن. لذا سعی بکنین، هر کس از خودش ناموسی داره، همسری داره، همونطوری که ما دوست نداریم دیگران به همسر ما، به دختر ما، به خواهر ما توجه بکنن و نظر بد بکنن. لذا دیگران هم همونطور حساب بکنید، اون هم حتما زن کسی است یا خواهر کسی است یا مادرش. لذا حجاب اسلامی رو هم مردان و هم زنان انشاءالله رعایت بکنن به امید آنکه انشاءالله به زودی زود معضل و بحران بی‌حجابی از جامعه ما برداشته شود و به جای اون بالاخره حجاب کامل اسلامی و دستورات نوین اسلام انشاءالله جامعه عمل بپوشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات غرای نبی.